سوال سوممون مربوط میشه به خود تعریف اظهارنامه گمرکی. میگه any statement or action in any form prescribed or accepted by the customs giving information or particulars required by the customs is called. از خود کلمه statement میشه حدس زد که اظهارنامه است. در واقع کاستم دیکلریشن میشه اظهارنامه گمرکی که همون گزینه اولمون بود. اینها ولی نه. کاستم کلیرینگ ایجنت عامل تصویه سفارشی، دیکلرنت اظهار کننده که خب اصلا به اون شخص برمیگرده، فریت دیکلریشن اعلامیه حمل و نقل.